توی این جلسه وارد دنیای تصویرسازی میشیم، جایی که فقط با نوشتن چند جمله میتونید هر تصویری که توی ذهنتون هست رو خلق کنید. از یک پورتری واقعی گرفته تا یک دنیای فانتزی و سورئال. اما همه چی به یک چیز بستگی داره، یک پرامپت نویسی درست و مهندسی شده. حالا مهندسی پرامپت چیه؟ چت جی پی تی یک مدل هوشمنده که زبان انسان رو متوجه میشه و میشه باهاش گفتگو کرد. اما بقیه مدل‌های تصویرسازی این قابلیت رو نداره و باید یه متن مهندسی شده بهشون بدیم که کامل متوجه بشن ما چی میخوایم. مهندسی پرامپت این نیست که فقط بگی یه گربه برام بساز. مهندسی پرامپت اینه که نوع گربه، وزن گربه، حتی شکل گربه، شب و روز باشه، کجا قرار گرفته باشه و یه توضیح کامل درباره تمام این چیزا به صورت یک متن هستش. این راهنمای ساخت پرامپت تصویری به صورت کلی هستش که حالا هر بخش رو یه توضیح مختصر داده، میتونید مطالعه کنید و جلوتر به صورت جزئی به تمام این عناصر و حالا مثال هایی که هستش میپردازیم. در این بخش ترتیب عناصرهای یک پرامپت اصولی رو با هم بررسی میکنیم. همونطور که میبینید اولین چیزی که باید مشخص کنیم اسم شخصیتمون هست و حالا ویژگی هایی که اون کاراکتر داره رو باید تعیین کنیم. بعدش پوز و اکشنی که اون کاراکتر داره انجام میده رو باید مشخص کنیم و بعدش جزئیات اون کاراکتر مثل جزئیات لباسش یا لوازم جانبی که داره و حالت چهره و حالا بافتی که باید داشته باشه رو مشخص میکنیم. بعدش باید بریم سراغ محیط و عناصر پس زمینه و سبک هنری که اون تصویر باید داشته باشه رو مشخص میکنیم و در آخر هم جزئیات فنی و ترکیب بندی عکس رو مشخص میکنیم. خب بچه‌ها من یک ساختار پرامپت آماده براتون حاضر کردم که توی دیسکریپشن قرارش میدم. حالا ما الان یک سری مثال‌ها رو با هم انجام میدیم و می‌بینیم که چجوری باید پرش کنیم و خودتون هم حالا میتونید بعداً انجام بدید و مثال‌های دیگه‌ای رو خودتون بسازید و عکسش هم تولید کنید و ببینید که به چه صورته. خب همونطور که گفتیم اولین چیز نام شخصیت یا حالا اون کاراکتر اصلیمون هستش. من از چت جی پی تی خواستم برای هر کدوم از این عناصر خودش مثال بزنه که بتونیم با هم بررسی کنیم. حالا مثالی که برای کاراکتر اصلی زده مثلا دختر جوان ایرانی یا سرآشپز رباتیک یا یک راهب جنگجو بوده. دومین چیز پوز یا ژست اون کاراکترمونه که حالا گفته یا ایستاده باشه یا نشسته باشه و یا مثلا در حال پریدن باشه. بعدیش اکشن یا عملیه که داره انجام میده، مثلا در حال ریختن قهوه باشه یا گرفتن یک شمشیر و یا داره دیوار رو رنگ‌آمیزی میکنه. و بعد لباسش رو توضیح داده که گفته یا زره داشته باشه یا لباس سنتی ایرانی داشته باشه با گلدوزی طلایی. بعدیش حالت صورت کاراکترمونه که حالا یا جدیه یا داره لبخند میزنه یا عصبی. حالا اینجا اومده یه سری اکسسوری به کاراکترمون داده، مثلا گفته کوله پشتی داشته باشه یا یک تاجی داشته باشه و یا عینک زده باشه. تو عنصر بعدی که environment هستش اومده محیطی که اون کاراکتر توش قرار گرفته رو توضیح داده، مثلا گفته توی یک بازار قدیمی در غروب باشه یا یک خیابان سایبرپانک باشه توی توکیو یا یه آشپزخانه باشه پر از بخار. گزینه بعدی بک‌گراند المنتس، یعنی اون آیتم هایی که دوست دارید توی پس زمینه مثلا کنار کاراکترتون مثلا گوشه زمین یا توی آسمان دیده بشن رو باید توضیح بدید که حالا اینجا گفته یا جمعیت شلوغ یا مثلا یه سری ویرانه های باستانی باشه و یا پشت مثلا کاراکتر بیلبوردهای نئونی قرار بگیره. گزینه بعدی تم رنگی تصویرتون رو مشخص میکنه، مثلا قرمز تیره و طلایی باشه یا مثلا آبی و سفید باشه. گزینه بعدی سبک هنری تصویرتون رو مشخص میکنه و حالا اگه شما بخواید یک تصویر واقع‌گرایانه بسازید یا باید همون رو بگید و یا میتونید مثلا بگید عکاسی سینمایی باشه یا مثلا با دوربین آیفون گرفته شده باشه و اگر هم سبک‌های دیگه‌ای بخواید میتونید کارتونی انیمیش کنید و یا بگید که مثلا نقاشی دیجیتال باشه. گزینه بعدی که حالا مکمل گزینه قبلی یا همون سبک هنری هستش نورپردازی هستش که حالا برای اینکه بدونید چه نورپردازی هایی وجود داره میتونید سرچ کنید و یک تعدادی که خوب هستن رو جدا کنید و توی پرامپتاتون از اونها استفاده کنید، مثلا نور از پشت یا نور ملایم و حالا میتونید بگید نور سینماتیک داشته باشه یا سایه‌های دراماتیک داشته باشه و یا مثلا نورپردازی مثلثی داشته باشید. خیلی گزینه‌های مختلفی هست و حالا میتونید سرچ کنید و هر کدوم رو تست کنید. گزینه بعدی تکسچر یا بافت تصویرتون هستش، مثلا اگه سنگی درش قرار داره یا مثلا پارچه‌ای هستش میتونید بگید که جنسش چی باشه، مثلا ابریشمی باشه یا مثلا اگه فلزی هستش سطحش مات باشه، براق باشه و یا اگر پوستی هستش میتونید بگید که مثلا سطح پوستش چجوری باشه، صاف باشه، مثلا آکنه داشته باشه یا تمام اینا رو دیگه نسبت به تصویری که میخواید میتونید اضافه کنید. گزینه بعدی که یکی از مهمترین گزینه‌ها زاویه دوربین هستش.
که حالا میتونید برای این هم سرچ کنید و 10 تا از سینماتیک ترین زاویه دوربین ها رو پیدا کنید و توی پرامپتاتون ازش استفاده کنید. گزینه بعدی مود یا احساس صحنه هستش که میتونه مرموز باشه یا پر انرژی باشه و مثلا آروم باشه. گزینه بعدیمون کانتکست یا زمینه اتفاق هستش، یعنی مثلا کاراکترمون و حالا تمام چیزایی که توضیح دادیم در میان یک نبردی هستن، یا مثلا در یک صبح آرامی هستن و در وسط یک صحنه مثلا خیلی شلوغ در حال اجرا هستن. اینو اگه بگید خیلی کمک میکنه که بهتر اون حس یا اون چیزی که حالا تو ذهنتون دارید بتونه اجرا بشه و ساخته بشه. گزینه بعدی کالچورال اینفلوئنس یا الهامات فرهنگی هستش که حالا اگر نیاز بود میتونید اینو اضافه کنید. مثلا اگر خواستید که عکستون الهام گرفته شده باشه از هنر ایران باستان و حالا اون پترن ها و اون مثلا مجسمه هایی که توی اون زمان استفاده میشده رو بیارید توی تصویر، میتونید اینم توی پرامپتتون اضافه کنید. یا مثلا خیابان کره‌ای باشه یا مثلا یه سری پترن ها و مجسمه های چینی و حالا اون فرهنگو بیارید توی تصویرتون. گزینه بعدی اکسترا المنت یا مثلا عناصر ویژه‌ای هستن که دوست دارید توی تصویرتون باشن. به طور مثال مثلا اطراف کاراکترتون دوست دارید یه سری گلبرگ‌ها روی هوا معلق باشن، یا مثلا یک سری اسموک یا مثلا مه دور کاراکترتون رو گرفته باشه، یا مثلا شیشه شکسته روی زمین افتاده باشه و در حال برق زدن باشه. اینجور چیزا رو میتونید اضافه کنید و اگرم مثلا ندارید میتونید اینو اضافه نکنید و حذفش کنید. ولی خب اینجور چیزا خیلی قشنگتر میکنه تصاویرتون رو. گزینه بعدی مشخصات فنی تصویرتونه که مثلا با چه چیزی فیلمبرداری شده، که میتونید بگید مثلا لنز 35 میلیمتری با مثلا عمق میدان بالا باشه، یا مثلا 8K باشه تصویرتون و کیفیت و جزئیاتش بالا باشه. اینا کمک میکنه به هوش مصنوعی که یک تصویر بی کیفیت رو نسازه و سعیش رو بکنه شبیه مثلا لنز 35 میلیمتری دوربین بسازه براتون، تا اینکه مثلا از خودش یک تصویر خیلی بی کیفیت و حالا با رزولوشن پایین بسازه. گزینه آخرم ترکیب بندی یا کامپوزیشن هستش که میتونید مشخص کنید کاراکترتون در کجای تصویر قرار گرفته باشه. مثلا قانون 1/3 باشه که مثلا میتونه سمت چپ یا راست تصویر قرار گرفته باشه، و یا مثلا قاب بندی مرکزی باشه که در وسط تصویر قرار گرفته باشه. حالا این که میگم کاراکتر صرفا آدم یا شخص خاصی نیست، شما میتونه مثلا کاراکترتون یک حیوان باشه یا مثلا بک‌گراند باشه و یک ساختمونی مثلا میتونه مد نظرتون باشه که اون ساختمونه سوژه اصلیتون هستش، نه صرفا یک کاراکتر. خب من از چت جی پی تی خواستم یک مثال برام بزنه و الان با هم مثال رو بررسی میکنیم و بعدش میریم عکسش رو میسازیم و میبینیم که به چه صورت عمل میکنه. خب مثالی که برامون زده یه خانم کارگاه سایبرپانک هستش و پوزش اینه که ایستاده زیر باران و اکشن یا عملش اینه که یک چتر درخشان رو نگه داشته. لباسش یک کت بلند چرمی هستش با چین‌های نئونی. حالت صورتش یک حالت جدی باید داشته باشه و اکسسوریش اینه که یک عینک سایبر داشته باشه و یک کمربند فناوری شده داشته باشه. ستینگ یا محیطش اینه که توی یک خیابان در توکیو باشه و تاریک باشه. توی بک‌گراند گفته که یک سری تابلوهای نئونی باید وجود داشته باشه. تم کلی عکس هم گفته با یک تون بنفش و آبی داشته باشه. استایل تصویر هم همونطور که می‌بینید نوشته دیجیتال پینتینگ باشه، یعنی یک نقاشی دیجیتال باشه. نورپردازی رو نوشته یک درخشش نرم داشته باشه و مه‌آلود باشه. بافت تصویر رو گفته یک سطح بازتابنده خیس داشته باشه. زاویه دوربین هم مشخص کرده که از پایین یا لو انگل باشه. مود یا احساس صحنه رو مشخص کرده که مرموز و تنش‌زا باشه. تکست یا زمینه اتفاق صحنه رو گفته که در حال تحقیق کردن بر روی یک صحنه جرم باشه. تو قسمت کالچورال اینفلوئنس نوشته که الهام گرفته شده باشه از فیلم بلید رانر و ادیشنال المنتس رو نوشته یک سری هولوگرام روی هوا معلق باشن. توی تکنیکال دیتیلز هم نوشته که رزولوشن بالا باشه و عمق میدان داشته باشه تصویرمون. و در آخر در قسمت کامپوزیشن هم نوشته که قاب بندی از راست باشه. خب بریم با همین پرامپت رو تست کنیم ببینیم تو عمل هم به این خوبی میتونه بسازه عکسمون رو یا نه. اولین مدلی که تست میکنیم خود مدل تصویرساز چت جی پی تی هستش که این پرامپت رو بهش میدیم و ازش میخوایم که این عکس رو بسازه. خب عکسی که برامون ساخت 1:1 هستش و چون حالا پرامپتمون جزئیات بالایی داره بهتره که اینو ورتیکال بررسی کنیم. پس من دوباره میگم که بسازتش. ولی اگه همین عکس هم بخوایم چک کنیم تقریبا تمام چیزهایی که توی پرامپت نوشتیم بهش عمل شده، مثل هولوگرامایی که روی هوا معلقن، مثل چتری که براق هستش و حالا بارونیه، عینک‌های دیجیتالی که زده و حالا تابلوهای نئونی که پشت سرش هست و یک فضای مرموز و بارانی و مه‌آلود رو داریم می‌بینیم. خب توی ورژن ورتیکال هم تقریبا خوب عمل کرده، فقط حالت چتر رو نتونسته خوب در بیاره
ولی در کل به تقریبا 90% پرامپتمون عمل کرده و یک تصویر خوبی رو برامون ساخت. خب مدل بعدی که می‌خوایم پرامپتمون رو باهاش تست کنیم مدل فلاکس هستش که توی سایت caria.ai اگه برید بخش ایمیجش میتونید روزانه 7 یا 8 تا عکس بسازید. پرامپتتون رو میتونید قرار بدید و سایز تصویر رو هم میتونید مشخص کنید که حالا یا میتونه افقی باشه یا عمودی. همونطور که میبینید هر بار که پرامپتتون رو میدید بهتون 4 تا عکس میده که حالا یک سریش بهتره، یک سریش شاید اصلا نزدیک به پرامپتتون نباشه. حالا مدل فلاکس همونجوری که میبینید استایل کاراکتر و حالا اون تیپش و مدل چتر گرفتن دستش و بارونی بودن فضا و کامپوزیشنی که خواستیم و تقریبا داره خوب اجرا میکنه. فقط اون هولوگرام هایی که خواستیم روی هوا معلق باشن رو نتونسته بسازه برام. حالا با همون پرامپت یکسان با چند تا مدل تصویرسازی دیگه هم توی سایت فریپیک میتونیم تصویرسازی کنیم که ببینید هر مدل چجوری به پرامپت ما واکنش نشون میده. فقط سایت فریپیک فکر کنم برای تصویرسازی یک کردیت خیلی محدودی بهتون میده و اگه بخواید با تمام این مدل تصویرسازی کنید باید حتما اکانتش رو تهیه کنید. خب اولین مدل تصویرسازی که می‌خوایم تو سایت فریپیک تست کنیم مدل جدید گوگل یعنی Imagen4 Ultra هستش و حالا من تمام تصویرها رو تو سایز 9x16 میسازم که بتونیم راحت‌تر مقایسه‌شون کنیم. مدل بعدی مدل خود سایت فریپیک هستش که میستیک 2.5 فلویده و مدل بعدی هم که تست می‌کنیم ایدئوگرام 3 هستش. خب مدل Imagen4 Ultra هم تو که می‌بینید عکس باحالی برام ساخته، چتر رو خوب گرفته دستش و حالا هولوگراما اطرافش معلق هستن، فضا مرموز و میستی هستش و ساین بوردهای نئونی پشتش هستن و چترش هم همونجور که می‌بینید درخشانه و حالا یه سری هولوگرام هم روی چتر حتی ایجاد کرده برامون و در کل تصویر خوبیه و تقریبا 90 تا 95% همون چیزیه که ما تو پرامپت نوشتیم و به تصویر تبدیل کرده برامون. خب تصویر بعدی دو تا برامون ساخته از ایدئوگرام 3 و حالا هولوگراما رو کم و بیش ساخته برامون اطراف کاراکتر و چتر رو خیلی خوب گرفته دستش، چترش درخشان هست و اون حالتی که در حال اینوستیگیت و حالا در حال تحقیق هستش رو داره و همونطور که یادتون باشه توی پرامپت ما نوشته بودیم یک سری چین‌های نئونی روی لباسش باشه که اونها رو خیلی خوب اجرا کرده و عینک و کمربندش هم باحال در اومده. فقط مشکلی که داره اینه که پاهاشو اصلا خوب نتونسته بسازه و حالا نصفش توی زمین هستش و رنگ و نور تصویر هم خیلی خام هستش و من واقعا رنگش رو دوست ندارم. و اینم عکسی که مدل تصویرسازی خود فریپیک یعنی میستیک فلوید 2.5 برامون ساخته. اینم لباس کاراکتر و حالا خود کاراکتر رو نسبتا خوب ساخته، اون نئونی بودن لباسش و عینک دیجیتالی که داره و چترش که حالت درخشان داره رو خوب تونسته بسازه و هولوگرام هایی که اطرافش هست و یک سری تابلو روی زمین گذاشته که اینا نشونه اینه که صحنه جرمه و اون اینوستیگیتینگ هم تونسته یه جورایی اجرا کنه. سطح زمین رو اگه ببینید براقه و اون سطح بازتاب دهنده‌ای که خیس هستش رو کاملا تونسته اجرا کنه و حالا اون فضای مه‌آلودم دقیقاً به همین شکل ساخته برامون. خب حالا از چت جی پی تی می‌خوایم که یک مثال دیگه برامون بزنه و اونم با هم بررسی کنیم و بتونیم به صورت کامل تمامی جزئیات این ساختار پرامپت رو با هم بررسی کنیم. خب یک کاراکتر دیگه برامون ساخت و توی یک فضای متفاوت. کاراکترمون یک پیشگوی مسن بیابانی هستش که پوزش اینه که روی شن وایساده و دستش آورده بالا و اکشنش اینه که حالا داره یک باد یا یک جادویی رو هدایت میکنه و لباسش هم یک ردای قدیمیه که یک سری پترن باستانی روشه. برای حالت چهرهش هم نوشته که یک حالت خردمند باید گرفته باشه و اکسسوریش باید یک عصای چوبی باشه با یک کریستال درخشان. محیطش هم گفته یک محیط کویری باید داشته باشه و در بک‌گراند هم میگه دانه‌های شن و حالا یک سری سراب قرار گرفته باشه. حالا این پرامپت رو من کپی میکنم به صورت کامل و میریم عکسشو بسازیم ببینیم که به چه صورت میشه. شما هم اگه خواستین بقیه‌اشو میتونید بخونید و چک کنید با عکس‌هایی که ساخته میشن و ببینید که هر مدل تصویرسازی چقدر داره عمل میکنه به پرامپتامون. خب اول با مدل خود چت جی پی تی شروع میکنیم و پرامپت رو بهش میدیم و منتظر میشیم تا عکس رو برامون بسازه. خب عکس باحالی شد. کاراکترمون دقیقاً همون پیر خردمند هستش و عصا دستش نور کریستالی داره و بک‌گراندش هم حالا همون شنها و سراب و چیزهایی که خواستیم و تقریبا تونسته بسازه. فقط تنها باگی که داره یکی از دست‌ها رو 4 تا انگشت براش ساخته که کلاً هوش‌های مصنوعی توی ساخت انگشت و دست یکم باگ دارن و این یه باگ عادی هستش که حالا با یه سری کارهای دیگه میشه برطرفش کرد. مدل تصویرسازی بعدی فلاکس هستش توی سایت کریا که با هر پرامپت بهمون 4 تا عکس میده. تقریبا داره به 80-90% پرامپتمون عمل میکنه و
حالا هم پیر خردمند هستش، فضا توی صحرا هستش و تو بک‌گراند حالا یک سری سراب‌ها یا چیزهایی به این شکل دیده میشه و دیگه در دستش همون عصای نورانی که کریستال داره هستش. ولی باز این هم تنها باگی که داره توی انگشت‌ها، توی یه سری از عکس‌ها می‌بینید که یا زیاد ساخته شدن یا مثلا آناتومیشون درست اجرا نشده. حالا تو سایت کریا یک آپشن هست به نام وری که حالا کاملش ورییشن هستش. اگر روی اون کلیک کنید 4 تا ورژن دیگه از همون عکس براتون میسازه، با این تفاوت که یک سری دیتیل ها و حالا حالت هایی که اون عکس داره متغیر میشن، ولی کلیات عکس همون عکسیه که حالا روش اون کلیک ورییشن رو زدید. این قابلیت واسه وقتی به کار میره که شما یه عکس خوشتون میاد ولی مثلا یک سری جزئیاتش رو دوست ندارید و حالا با زدن این گزینه براتون 4 تا عکس جدید میسازه و جزئیات جدیدی براتون خلق میکنه. حالا با همون پرامپت یکسان با سایت فریپیک هم بقیه مدل‌های تصویرسازی رو تست می‌کنیم که ببینیم هر کدوم به چه صورت برامون تصویر رو می‌سازن. خب مدل تصویرسازی ایدیوگرام 3 همونطور که می‌بینید تصویر باحالی ساخته، عصا دستشه و حالا روی هوا یک باد یا ماجیکی بالا سرش شکل گرفته. اون که دستش هم بالا گرفته و عصاش هم تقریبا نورانی یا کریستال داره و بک‌گراندش هم صحرا هستش. توی این یکی تصویر حتی عصاش خیلی باحال‌تر ساخته. و حالا اگه تا الان دقت کرده باشید هر مدل تصویرسازی یک رنگ و لعاب خاص خودش رو داره توی تصویرسازی و یک سبک متفاوتی داره، با اینکه پرامپت ها یکسان هستش ولی تصویرها کاملا متفاوت ساخته میشن و حالا شما باید ببینید نسبت به نیازتون و تصویری که حالا توی ذهنتون دارید از کدوم مدل تصویرسازی باید استفاده کنید که بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. خب مدل ایمیجن اولترا گوگل همونطور که میبینید اصلا یک تصویر کاملا متفاوتی برامون ساخته که یکم حالت کارتونی داره و عصاشو خیلی خوب ساخته، لباسش هم خیلی دیتیل خوبی داره و خودش هم یک حالت خردمند و جادوگرانه داره قشنگ. و مدل آخر هم که میخوایم تست کنیم مدل خود میستیک فریپیک هستش که همونجور که میبینید یک تصویر کاملا رئال از یک آدم پیر خردمند که یک عصا دستشه و حالا عصاش روش یک کریستالی داره و یک سری نورها اطرافش هستش، دستشو بالا آورده و لباسش هم همونطور که میبینید یک سری پترن های باستانی داره روش و بک‌گراندش هم که کاملا صحرا هستش. هر چقدر پرامپتتون دقیق‌تر و کامل‌تر باشه، تصویر نهاییتون هم نزدیکتر به اون چیزی هستش که توی ذهنتون دارید. این ساختار پله پله به هوش مصنوعی توضیح میده که شما دقیقاً چه چیزی رو می‌خواید. با این ساختار تمرین کنید و پرامپت‌های متعددی بنویسید و حتی اگرم بخواید میتونید از خود چت جی پی تی کمک بگیرید و بگید که براتون پرامپت بنویسه. تو بخش بعدی میریم سراغ کاستوم جی پی تی ها و کاربرد آنها. توی جلسه بعدی می‌بینم.